عالمانی که برای ما و شما علم گذاشتند، کتاب تألیف کردند، امروز در زیر خاک در قبر نهفتند، اما ثواب اعمال آنها قطع نگشته است. ببینیم در هر مجلس ما نام امام مسلم یا امام بخاری رو به زبان میاریم. هر بار که این احادیثی که ایشان جمع کردن، زحمت کشیدن، اگر که ما میخوانیم و کسی میرسونیم، ثوابش به امام بخاری، امام مسلم میرسد. نفری که طالب علمی را به کفالت میگیرد، میخواناند، مثلا نفری کتاب‌های علمی را چاپ کرده به طالب علمان دسترس میکند. همه این عمل‌ها در زیر مفهوم علمی که از خود باقی گذارد وارد است. این چنین استادی که شاگردان تربیت میکند، از خود علم میگذارد و آن شاگردان دیگری تربیت میکنند. این علم سلسله، این میراث باقی میماند تا روزی که آن شاگردان هستند، علم میخوانند و خدا را درست‌تر عبادت میکنند، مردم را از حلال و حرام آگاه میکنند، و آن استاد ثواب همه عملهای آنها میرسد. تصور کنیم که تا روز قیامت اون ثواب چه حجم میشود.